نام خدای رنگین کمان. من لیلا حقیقی، مدرس این دوره از آموزش طراحی سایت با وردپرس در خدمت شما همراهان عزیز آکادمی وب هامس هستم. خب توی این جلسه از آموزش طراحی سایت با وردپرس ما رسیدیم به جلسه 31 از آموزش طراحی سایت با وردپرس. تقریبا این جلسه پایانی آموزش ما هست. ما توی جلسه بعدی یعنی جلسه 32 آموزش طراحی سایت با وردپرس به صورت خلاصه در مورد سرفصل‌های این دوره صحبت می‌کنیم. خب من این بخش رو باز می‌کنم، یعنی جلسه 31 آموزش طراحی سایت با وردپرس. آشنایی با بخش قالب‌ها در وردپرس، قسمت 8، حالت ریسپانسیو یا واکنشگرا و زدیندکس. من این بخش رو باز میکنم. خب توی بخش اول ما در مورد حالت ریسپانسیو یا واکنشگرا صحبت میکنیم. من این بخش رو باز میکنم به صورت کامل. خب ببینید بچه‌ها، توی این جلسه ما رسیدیم به مهمترین قسمت طراحی سایت با وردپرس. خب تا اینجا یک کار شما با نحوه نصب و تنظیمات وردپرس و المنتور آشنا شدین و یاد گرفتین که چطور میتونید با استفاده از المنتور صفحات جذاب وبسایتتون رو بسازید. حالا توی این جلسه میخوایم در مورد مهمترین نکته‌ای که توی هر سایتی باید رعایت بشه صحبت کنیم و این چیزی نیست جز حالت ریسپانسیو و واکنشگرا. ببینید بچه‌ها، حتی خود گوگل هم به عنوان یه موتور جستجو این نکته رو مد نظر قرار میده و حالت واکنشگرا بودن یا ریسپانسیو بودن سایت رو جزء یکی از مهمترین معیارهای خودش تعریف میکنه. حالا شما شاید بپرسین که ریسپانسیو بودن یا حالا حالت واکنشگرا بودن سایت چیه و چه کاربردی برای ما داره. خب ببینید، به صورت خلاصه بهینه‌سازی وبسایت برای دیوایس های مختلف مثلا تبلت، موبایل و حالا غیره بهش میگیم ریسپانسیو یا واکنشگرا. خب این امکان یا این قابلیت این امکان رو به کاربران میده تا محتوای سایت شما رو توی حالا هر دیوایسی به شکل حالا عالی و منظمی ببینه. توی این جلسه ما به صورت کلی هدر و فوتر و صفحه اصلیمون رو ریسپانسیو میکنیم. بعد از این آموزش شما میتونید به عنوان تکلیف بقیه صفحاتی که توی این دوره طراحی کردیم رو ریسپانسیو کنید. خب بریم برای حالا ریسپانسیو کردن این بخش ها. خب قبل از هر چیزی من میام اینجا حالا بهتون میگم که حالت ریسپانسیو یا واکنشگرا چیه و چه کاربردی داره. خب ببینید بچه ها، من اینجا توی این صفحه کلیک راست میکنم و اینجا گزینه اینسپکت رو انتخاب میکنم و یا این که میام اینجا از کلیدهای ترکیبی کنترل شیفت و ام استفاده میکنم که اینجا میتونم حالت موبایل رو ببینم. ببینید به این صورت. خب من وارد مرورگر کروم خودم میشم. اینجا مثلا توی این صفحه یعنی صفحه اصلی خودم اینجا کلیک راست میکنم، گزینه اینسپکت رو انتخاب میکنم. اینجا میتونم روی این آیکون یعنی آیکون موبایل و تبلت کلیک کنم و یا اینکه از کلیدهای ترکیبی کنترل شیفت و ام استفاده کنم. خب من اینجا روی آیکون مثلا حالا موبایل کلیک میکنم یعنی آیکون موبایل و تبلت. اینجا میتونم سایت خودم رو به این صورت توی موبایل ببینم. خب بریم برای ریسپانسیو کردن بخش‌های مهم سایتمون. من قبلا این بخش ها رو باز کردم. اینجا میخوایم هدر، فوتر و صفحه اصلی خودمون رو ریسپانسیو کنیم. شما باید تمامی بخش هایی
حالا یعنی تمامی بخش های سایتتون که طراحی کردین رو ریسپانسیو کنید و حالا یه قالب ریسپانسیو و واکنشگرا برای وبسایتتون طراحی کنید که هم مورد توجه گوگل قرار بگیره و هم این که کاربر بتونه با استفاده از موبایل، تبلت و دیوایس های مختلف وبسایت شما رو ببینه. خب برای شروع کار من وارد بخش تنظیمات سایت خودم میشم. اینجا از بخش طرح‌بندی و نقطه شکست میتونم نقطه شکست موبایل و تبلت رو برای خودم تنظیم کنم. من روی این بخش یعنی طرح‌بندی کلیک میکنم. اینجا از این بخش نقطه شکست میتونم نقطه شکست موبایل و تبلت رو تنظیم کنم. من عموما این بخش رو روی 767 و 768 پیکسل تنظیم میکنم. این اعداد نزدیک به هم هستند. حالا اگه شما توی حالت تبلت به صورت استاندارد طراحی بکنید دیگه توی حالت موبایل نیازی ندارین که تغییرات آنچنانی رو انجام بدین و خیلی سریع میتونید با انجام تغییرات خیلی کوچیکی این حالت رو هم برای خودتون طراحی کنید. خب من این بخش رو میبندم. ما قبلا در مورد این بخش به صورت کامل توضیح دادیم. الان این هدر من هست که به این صورت حالا توی دسکتاپ من نمایش داده میشه. من روی این بخش یعنی تبلت کلیک میکنم. هدر من توی تبلت به این صورت نمایش داده میشه. ببینید بچه ها، من اینجا تغییرات خیلی کوچیکی رو اعمال میکنم. مثلا روی ویرایش کانتینر خودم کلیک میکنم. عرض این بخش رو مثلا روی 8 EM تنظیم میکنم به این صورت. روی بخش بعدی یعنی ویرایش کانتینر حالا منوی خودم کلیک میکنم. اینجا میتونم عرض این بخش رو مثلا روی 25 EM تنظیم کنم. اینجا میتونم روی این بخش کلیک کنم مجدد و عرض این بخش رو هم مثلا روی 20 EM تنظیم کنم. خب ببینید به این صورت من روی این بخش کلیک میکنم، عرض این بخش رو هم روی مثلا 65 EM تنظیم میکنم. ببینید الان به این صورت. خب به این صورت من میتونم توی تبلت هدر خودم رو ببینم. این بخش رو منتشر میکنم. حالا من میتونم روی حالا موبایل خودم کلیک کنم. ببینید به این صورت من میتونم هدر خودم رو توی موبایل ببینم. پس میام این بخش رو هم برای خودم ریسپانسیو میکنم. من روی ویرایش کانتینر کلیک میکنم اینجا و حالا فرض کنید که میتونم عرض این بخش رو تغییر بدم. فعلا بهش دست نمیزنیم. من روی این مداد کلیک میکنم. اینجا مثلا اندازه عکس خودم رو روی حالا مثلا 300 در 300 تنظیم میکنم. ببینید به این صورت. خب مجدد میام روی این بخش یعنی ویرایش کانتینر کلیک میکنم. اینجا میتونم از این بخش یعنی طرح‌بندی عرض خودم رو مثلا روی حالا 20 EM تنظیم کنم. ببینید به این صورت. مجدد میام روی این بخش یعنی ویرایش کانتینر کلیک میکنم. عرض این بخش رو مثلا روی حالا 5 EM تنظیم میکنم. روی بخش بعدی یعنی ویرایش کانتینر بخش بعدی کلیک میکنم. عرض این بخش رو هم مثلا روی 15 EM تنظیم میکنم. الان ببینید به این صورت این دو تا بخش کنار هم قرار میگیرن. حالا این بخش رو منتشر میکنم. خب من میام مجدد روی این بخش کلیک میکنم. از تب پیشرفته میتونم اینجا براش حالا فاصله در نظر بگیرم. فعلا بهش کاری ندارم. من روی این مداد کلیک میکنم. اینجا میتونم حالا چیدمانش رو تغییر بدم. مثلا میتونم روی وسط چین تنظیم کنم. ببینید به این صورت. یا اینکه چپ چین و یا راست چین.
حالا میذاریم راستچین باشه. از تب پیشرفته میتونیم براش حالا از راست هم یا از چپ پدینگ در نظر بگیریم. مثلا من روی 50 پیکسل تنظیم میکنم. اجازه بدیم برگردیم. من این اتصال رو بر میدارم و اینجا روی 50 پیکسل از چپ تنظیم میکنم. خب این کم هست، روی مثلا 100 پیکسل میذارم که زیاده. روی همون 50 پیکسل میذاریم. ببینید بچه ها، من این بخش رو بر میدارم به این صورت و فکر میکنم که از بالا همون 5 پیکسل رو براش در نظر بگیریم که با این حالا فرم جستجوی ما توی یک راستا قرار بگیرد. شما باید این بخش ها رو تست کنید برای خودتون و حالا بهترین حالا طراحی رو برای خودتون انتخاب کنید. خب در همین حد کافیه. من روی این بخش یعنی انتشار کلیک میکنم که این بخش برای من منتشر بشه. الان من اگه روی این منوی خودم کلیک کنم، ببینید بچه ها، به این صورت میتونم این بخش رو ببینم. ببینید به این صورت خوبه. فعلا برای حالت موبایل همین حالا تنظیمات خوبه و میریم برای حالا ریسپانسیو کردن فوتر خودمون. من روی این بخش کلیک میکنم. اینجا برای فوتر خودم روی حالا تبلت کلیک میکنم. ببینید فوتر من توی تبلت به این صورت نمایش داده میشه. توی موبایل هم ببینید به این صورت نمایش داده میشه. خب برای حالت تبلت من مجدد روی تبلت کلیک میکنم. من اینجا میتونم حالا یه سکشن جدید ایجاد کنم. من روی افزودن کانتینر کلیک میکنم. اینجا مثلا حالا یه سکشن جدید برای خودم اضافه میکنم. مثلا این سکشن رو اضافه میکنم. میام این بخش رو کپی میکنم و توی این سکشن پیست میکنم. حالا اجازه بدین که برگردیم. من کنترل زد رو میزنم. اینجا از بخش داخلی استفاده کنیم، یعنی کانتینر رو میگیریم و اینجا قرار میدیم. مجدد من میام این بخش رو کپی میکنم و اینجا پیست میکنم. روی این مداد کلیک راست میکنم و این بخش رو هم کپی میکنم و اینجا توی این بخش برای خودم پیست میکنم. ببینید به این صورت. حالا میام روی این سکشن کلیک راست میکنم و به صورت کامل این سکشن رو حذف میکنم. ببینید بچه ها به این صورت. خب اینجا میام روی این مداد کلیک میکنم. چیدمانش رو میذاریم که وسط چین باشه. اندازه عکس خودمون رو مثلا روی این بخش یعنی 300 در 300 مدیوم تنظیم میکنیم. ببینید به این صورت. مجدد من میام روی این بخش کلیک میکنم. اینجا از تب استایل چیدمانش رو میذاریم که همین وسط چین باشه و از بخش تایپوگرافی ارتفاع خط این بخش رو مثلا روی 30 پیکسل تنظیم میکنیم. اجازه بدین که من اینو روی پیکسل تنظیم کنم. اینجا مثلا روی 30 پیکسل تنظیم میکنیم. ببینید به این صورت. خب این از این بخش. برای بخش بعدی من روی این مداد کلیک میکنم. از این بخش یعنی طرح‌بندی عرض این بخش رو مثلا روی 13 پیکسل تنظیم میکنم یا مثلا 13 ام تنظیم میکنم. روی این بخش یعنی ویرایش کانتینر کلیک میکنم. این بخش رو هم روی 13 ام تنظیم میکنم. اینجا روی این حالا کانتینر کلیک میکنم و این بخش رو هم مثلا روی حالا میذاریم روی 16 ام. الان فکر میکنم خوب باشه. اینجا هم میتونیم حالا این بخش رو تغییر بدیم، ولی خب فعلا بهش کاری نداریم و این بخش رو منتشر میکنیم. خب این حالت تبلت بود. حالا ما اینجا یه تغییرات کوچیکی رو اعمال کردیم. من میرم روی موبایل کلیک میکنم.
الان ببینید بچه ها، اینجا من میتونم حالا تنظیمات این بخش رو هم تغییر بدم. مثلا میتونم روی این مداد کلیک کنم، چیدمانش رو میذاریم وسط چین باشه، اینم اندازه عکس ما هست. از بخش استایل هم میتونیم ارزش رو حالا تغییر بدیم که فعلا بهش دست نمیزنیم. اینجا روی بخش بعدی کلیک میکنم، اینجا هم میتونم این حالا تنظیماتش رو تغییر بدم، ولی خب فعلا همین تنظیمات خوبه. الان ببینید این حالت موبایل هست. همونطور که قبلا هم گفتم، اگه شما توی حالت تبلت به صورت استاندارد و خیلی خوب طراحی بکنید، دیگه توی حالت موبایل نیازی ندارین که تغییرات آنچنانی رو انجام بدین و خیلی سریع میتونید که حالا این حالت رو هم برای خودتون طراحی کنید. خب این هم حالت موبایل ما بود که فعلا به این بخش هم کاری نداریم. من برمیگردم، حالت تبلت خودم رو میبینم، ببینید به این صورت، و اینجا هم حالت موبایل من هست، ببینید به این صورت. خب برمیگردیم برای بخش بعدی، یعنی صفحه اصلی. من روی این بخش کلیک میکنم، اینجا میخوام این بخش رو ریسپانسیو کنم. روی حالت تبلت کلیک میکنم. الان ببینید بچه ها، به این صورت توی تبلت این بخش ها برای من نمایش داده میشه. خب قبل از هر چیزی من روی این حالا بخش کلیک میکنم، میتونم عرض این بخش رو کمتر کنم، مثلا روی 40 EM تنظیم کنم، ببینید به این صورت. خب الان بهتر شد. من روی این مداد کلیک میکنم، اینجا میتونم حالا چیدمانش رو تغییر بدم، مثلا روی حالا وسط چین بذارم، میذاریم همین راست چین باشه. از تب استایل و تایپوگرافی میتونیم سایز این بخش رو کمتر کنیم، مثلا روی 20 پیکسل تنظیم کنیم و ارتفاع خطش هم همین 30 پیکسل خوبه. مجدد برمیگردیم، روی این بخش کلیک میکنیم، ارتفاع این بخش رو مثلا عذرخواهی میکنم، عرض این بخش رو روی حالا 32 پیکسل یا 32 EM تنظیم میکنیم. الان بهتر شد، ببینید به این صورت. خب برای بخش بعدی، خب این بخش که خوبه بهش کاری نداریم. برای این بخش من مجدد روی حالا ویرایش کانتینر خودم کلیک میکنم. خب اینجا ما جهت آیتم ها رو روی حالت ستون عمودی تنظیم میکنیم و عرض این بخش رو روی حالا EM تنظیم میکنیم و این بخش رو مثلا روی 15 EM قرار میدیم، ببینید به این صورت. حالا من روی این مداد کلیک میکنم و اینجا عرض این بخش رو مثلا روی 35% تنظیم میکنم. خب زیاده، مثلا من روی 24% تنظیم میکنم، ببینید به این صورت. مجدد روی این مداد کلیک میکنم، از تب استایل عرض این بخش رو روی مثلا 24% تنظیم میکنم. حالا میتونم روی این مداد کلیک راست کنم، کپی و استایلش رو برای بخش های بعدی هم پیست کنم، چسباندن استایل، و اینجا هم کلیک راست و چسباندن استایل، ببینید به این صورت. خب این از بخش تبلت ما بود. ما این بخش رو منتشر میکنیم و میریم برای بخش بعدی، یعنی موبایل. من روی موبایل خودم کلیک میکنم. الان میخوام این بخش رو برای موبایل خودم حالا ریسپانسیو کنم. قبل از هر چیزی روی این مداد کلیک میکنم. اینجا میتونم از تب استایل و تایپوگرافی سایز این بخش رو مثلا روی 16 پیکسل تنظیم کنم، ببینید به این صورت. خب برای ویرایشگر متن خودم هم میتونم روی این مداد کلیک کنم، از تب استایل و تایپوگرافی سایز این بخش رو هم روی حالا مثلا 14 پیکسل تنظیم کنم. خب میذاریم همون 15 پیکسل باشه، فعلا بهش دست نمیزنیم. چیدمانش رو روی وسط چین تنظیم میکنیم، ببینید به این صورت.
میتونم روی راستچین، تراز شده، چپچین بذارم که حالا میذاریم همون اینجا راستچین باشه. فکر میکنم بهتره. این از این بخش. من حالا مجدد برمیگردم، روی این مداد کلیک میکنم، از بخش تایپوگرافی سایز این بخش رو هم روی 22 پیکسل تنظیم میکنم و میام اینجا روی ویرایش کانتینر خودم کلیک میکنم. عرض این بخش رو مثلا روی 80 EM تنظیم میکنم. خب این زیاده، روی 60 EM میذارم یا مثلا 50 EM. الان فکر میکنم بهتر شد. خب به این بخش کاری نداریم. برای دکمه ها من میام روی حالا این بخش یعنی ویرایش کانتینر کلیک میکنم. جهت آیتم ها رو میذارم همین ردیف افقی باشه. هم ترازی محتوا رو روی وسط تنظیم میکنم. ببینید به این صورت. خب برای بخش بعدی یعنی این تصویر، من روی این بخش یعنی ویرایش کانتینر کلیک میکنم. عرض این بخش رو میتونم مثلا حالا روی 80 EM تنظیم کنم. ببینید به این صورت. برای بخش بعدی من روی این مداد کلیک میکنم. اینجا از این بخش یعنی تایپوگرافی ارتفاع خط رو روی حالا 30 پیکسل تنظیم میکنم. برای بخش بعدی روی این مداد کلیک میکنم. اینجا هم از این بخش یعنی تایپوگرافی ارتفاع خط رو روی 30 پیکسل تنظیم میکنم. خب برای بخش بعدی من روی ویرایش کانتینر کلیک میکنم. اینجا حالا ستون عمودی رو انتخاب میکنم و عرض این بخش رو مثلا روی حالا 20 پیکسل تنظیم میکنم یا همین میذاریم 15 پیکسل باشه. عذرخواهی میکنم 15 EM باشه و حالا اینجا ترازش رو میتونیم روی وسط تنظیم کنیم. حتی میتونیم تراز آیتم ها رو هم تنظیم کنیم، ولی خب فعلا به این بخش ها کاری نداریم. من روی این مداد کلیک میکنم. اینجا از تب استایل عرض این بخش رو مثلا روی حالا 20% تنظیم میکنم. الان ببینید بچه ها بهتر شد. میتونم روی 15% هم تنظیم کنم به این صورت، ولی خب حالا میذاریم 24% باشه به این صورت. مجدد من روی این مداد کلیک راست میکنم، این بخش رو کپی میکنم و استایلش رو برای بخش های بعدی هم پیست میکنم. من روی این مداد کلیک راست میکنم، چسباندن استایل، کلیک راست و چسباندن استایل. خب این هم از این بخش. ببینید به این صورت. من این بخش رو منتشر میکنم. خب ما توی این جلسه اومدیم حالا هدر، فوتر و صفحه اصلی خودمون رو ریسپانسیو کردیم. شما به عنوان تمرین میتونید بخش هایی که توی این دوره آموزشی طراحی کردیم رو ریسپانسیو کنید که دستتون راه بیفته. خب بریم برای بخش بعدی. اینجا یه نکته مهمی هست که باید بهتون بگم. این نکته چیزی نیست جز زد ایندکس. ببینید بچه ها، ما توی حالا جلسات قبلی به صورت کلی در مورد زد ایندکس صحبت کردیم، ولی توی این بخش میخوایم با یه مثال کوچولو بهتون بگیم که زد ایندکس چیه و چه کاربردی داره. خب بریم ببینیم. خب من اینجا حالت دسکتاپ رو انتخاب میکنم. اینجا یه سکشن تکستون انتخاب میکنم. اینجا المان تصویر رو میگیرم و اینجا قرار میدم. از تب استایل عرض این بخش رو روی 30% تنظیم میکنم. از تب پیشرفته اینجا عرضش رو در متن و جایگاهش رو روی مطلق تنظیم میکنم. حالا از تصویر خودم یه تکثیر میگیرم. مجدد از تب پیشرفته آفست عمودی و افقی این بخش رو برای خودم به این صورت تنظیم میکنم. ببینید من روی تصویر اول خودم کلیک میکنم. از تب محتوا اینجا تصویر خودم رو انتخاب میکنم. حالا از کتابخانه خودم این تصویر رو انتخاب میکنم.
مجدد روی تصویر دوم خودم کلیک میکنم، از تب محتوا تصویر دوم رو انتخاب میکنم. من مثلا این تصویر رو انتخاب میکنم. ببینید به این صورت. حالا از تب پیشرفته اینجا میتونم حالا جایگاه این بخش رو، یعنی جهت افقی و عمودی این بخش رو تنظیم کنم. من میذارم که همینجا باشه و میام حالا فرض کنید که روی تصویر اول خودم کلیک میکنم. اینجا از تب پیشرفته زد ایندکس این بخش رو مثلا روی 2 تنظیم میکنم. ببینید این تصویر میاد روی تصویر قبلی من قرار میگیره. حالا اگه روی 0 بذارم الان میره زیر تصویر قبلی من قرار میگیره. حتی میتونم برای تصاویر خودم موشن افکت هم در نظر بگیرم و شما میتونید این بخش ها رو هم برای خودتون تست کنید. این هم کاربرد زد ایندکس بود. بریم با میمایندمون ادامه بدیم. خب این جلسه 31 از آموزش طراحی سایت با وردپرس بود. تقریبا این جلسه آخر ما بود. ما توی جلسه بعدی فقط میایم این دوره رو معرفی میکنیم و حالا به صورت کامل به شما میگیم که توی این دوره چه آموزش هایی رو میتونید ببینید. امیدوارم که این جلسه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما میتونید برید بخش هایی که با هم دیگه طراحی کردیم رو ریسپانسیو کنید و حالا به صورت کامل تمرین کنید که روال کار دستتون بیاد و بتونید به صورت حرفه‌ای وارد بازار کار طراحی سایت بشید. من این بخش رو میبندم. امیدوارم که این جلسه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.